صحبت کنم که احتمالا خیلی این روزا میشنوید راجع بهش چون مد شده تو جامعه. زیگیل تناسلی و واکسن زیگیل تناسلی یا واکسن سرطان دهان رحم بعضیا بهش میگن. ببینید زیگیل که اسمش معلومه، زیگیله. اینا یه خانواده ویروسن، حدود 100 خورده عضو دارن که بعضیاش در واقع همه جای بدن رو میتونن درگیر بکنن، بعضیاش میتونن ناحیه تناسلی رو درگیر بکنن و ایجاد ضایعات زیگیل یا ضایعات حالا انواع اقسام مدل‌ها که اونو ما براتون تشخیص میدیم بکنن. ولی اشکال کار وقتی پیش میاد که بدونیم 8 نوع از این ویروس‌ها که 4 نوعش باز بیشتر شایعاً سرطانزان و ثابت شده که سرطان دهانه رحم که در واقع سرطان شایعی هم تو ناحیه تناسلی تو خانم‌ها هست و مرگ و میر و از کار افتادگی زیادی هم داره، مستقیما در اثر همون ویروس‌های زیگیل تناسلی که سرطانزا هستن ایجاد میشه. یعنی الان اینو دیگه بیماری مسری و عفونی میدونن. الان اگر یک کسی یه زنی داشته که با سرطان دهانه رحم مرده، همسر دومش باید بیشتر مراقبش باشیم. حالا برای این قضیه خود زیگیل تناسلی اذیت میکنه، خطر معمولا خیلی نداره، ولی ویروس های زیگیل تناسلی که پرخطر یا سرطانزا هستن اشکال خیلی مهمشون باز اینه که ممکن است ضایعه‌ای که ما با چشممون ببینیم ندن، در 10-12 سال کار خودشونو بکنن، یه باره سرطان ایجاد کنن اون آدم ببینه. چی کار باید کرد؟ احتمالا همتون راجع به پاپ اسمیر یا تست غربالگری سرطان دهانه رحم چیزایی شنیدید. این آزمایش که خیلی هم آزمایشش راحت و اصلا نه درد داره نه هیچی، میتونه تا حدود زیادی برای ما تشخیص بده که کی قرار ممکنه، یعنی با احتمال بیشتری ممکنه بره به سمت سرطان دهانه رحم، کی احتمالاً ممکنه که تغییراتی رو که ناشی از خرابکاری اون ویروس سرطانزا درش ایجاد شده باشه. میرید پیش متخصص زنانتون، یه اسپیکولوم هم وسیله که برای معاینه میذاریم میذاره، یه وسیله مثل بروس رینل یا چوب بستنی، وسیله اینکه کی چی استفاده کنه، فقط میکشه روی سطح دهانه رحم، منظور انتهای واژن نه ورودی، و اونو میزنه توی مایع یا میکشه رو شیشه فیکساتور میزنه میفرسته آزمایشگاه، دیگه بقیه‌اش با آزمایشگاه که برای تو سلولار نگاه میکنه ببینه تغییراتی که بودار باشن به اصطلاح کرده یا نه این سلولار. پاپسمیر رو چند وقت یه بار باید انجام داد. ببینید قانون اینه که یک چیزی که تو کتاب می‌نویسن که هر کسی که ازدواج هم نکرده از 21 سالگی و به روایت 25 سالگی باید شروع کنه پاپسمیر دادن. ما تو ایران با فرهنگ خودمون چون که ویرجینیتی برامون مهم هست نمیتونیم این کارو بکنیم، پس میگیم کسی که ازدواج کرد از 21 سالگی بعد شروع کنه پاپسمیر گرفتن. باز اینم حرفیه که بخوایم علمی بزنیم، عملاً به مریضا میگیم ببین ازدواج کردی از 1 سال بعد شروع کن پاپسمیر تو بگیر تا 3 سالی یک بار، اگر همیشه نرمال بود هر 3 سال یک بار، تا کی ادامه بدن تا موقعی که منفعتش رو میخوان. علمیش اینه که از 63 سال به بعد شاید دیگه لازم نباشه پاپسمیر بگیریم. عملیش اینه که اگه مریضی بخواد بیشتر مراقب خودش باشه میتونه تا پایان عمرش مرتباً این کارو انجام بده. پاپسمیر چند نوع داره، 2 نوع، کانونشنال اصطلاحاً معمولی که یه نمونه میگیرن روی شیشه میکشن، اسپری میزنن میفرستن آزمایشگاه. حسنش چیه؟ ارزون و راحت و در دسترسه. عیبش چیه؟ 20 لایه سلولی همراه با چرک و موکوس و خون و اینا همه با هم میشن یه ورقه. پاتولوژیست باید از ورای این همه در واقع عوامل مداخله‌گر پیدا کنید کدوم سلول مشکل داره. نوع دیگه لیکوید بیس، اون زمانی هست که با وسیله که نمونه میگیرن میزننش توی مایع، درشو میبندن میفرستن آزمایشگاه. این از فیلتر رد میشه، سانتریفوژ میشه، چندین لام 3-4 لایه‌ای تهیه میشه و خیلی شفاف و واضح دیده میشه. عیبش چیه؟ خب گرونه. حسنش چیه؟ خوندنش برای پاتولوژیست راحت تره. حسن دیگه‌اش چیه؟ میشه از همون نمونه مایعی که پاپسمیر گرفتیم بگردیم دنبال اینکه آیا این آدم مبتلا به اون ویروس HPV که صحبتش شد هست یا نه، و اگر بود و انواع پرخطر بود خب کارهای اضافه تری باید برای مریض بکنیم. تفسیر پاپسمیر و اینکه چه کار باید کرد به عهده متخصص زنانه. من اینجا راجع به اون صحبتی نمی‌کنم. یه چیز دیگه که به عنوان غربالگری توی خیلی جاها رایج شده اینه که میگن بالای 30 سال پاپسمیر رو همراه با HPV تایپینگ یعنی شناسایی همون ویروسایی که خدمتتون گفتم انجام بدید. اگر که HPV تایپینگ منفی بود یعنی انواع ویروس پرخطر رو مریض نداشت، هر 5 سال یه بار این کار رو انجام بدید.
خب در واقع شاید برای ما با توجه که HPV تایپینگ خیلی هم پرهزینه میشه، بیمه خیلی وقت پولشون نمیده به اون صورت، بسته به مریض و شرایطش باید این کار رو انجام داد. آیا پاپسمیر سرطان دهانه رحم رو تشخیص میده؟ ببینید هنر نیست که وقتی که سرطان گرفت ما بخوایم تشخیص بدیم. پاپسمیر قراره کسایی رو که تغییراتی کردن که زمینه ساز رحمیه تشخیص بده و اون تغییرات قابل درمان هم هنوز اکثرا. آیا همه کسایی که مشکل دارن تشخیص میده؟ خیر. تست غربالگری یه مقداری منفی کاذب داره، یعنی میگه مریض خوبه ولی در واقع مشکلی، یه مقداری هم مثبت کاذب، یعنی اشتباهی میگه مریض مشکلی داره. منتها در شرایطی که درست انجام بشه این کار، این منفی کاذب و مثبت کاذب با مکرر انجام دادن پاپسمیر، همون داستانی که گفتم تا 3 سال هر سال یه بار، بعد هر 3 سال یه بار، میتونه در واقع تصحیح بشه و افیکیسی خوبی برای ما داشته باشه برای تشخیص کسانی که در معرض خطر. آیا بر اساس پاپسمیر درمان میکنیم؟ خیر. اگر پاپسمیر مشکلی داشته باشه ما در واقع بررسی‌های تکمیلی می‌کنیم مثل بیوپسی و بیوپسی یعنی که از نسج رو برداریم بفرستیم آزمایشگاه پاتولوژی بخونتش و بر اساس اون اقداماتمون رو انجام میدیم. حالا اگر که معلوم بشه که یعنی اصلا راهی هست که بشه جلوی این ویروس زیگل تناسلی رو و ابتلا بهش رو گرفت. الان چند سالیه که 2 نوع واکسن به بازار اومده، واکسن گاردازی یا 4گانه که 2 نوع از انواع پرخطر سرطانزا و 2 نوع از انواع زیگیلزا رو پوشش میده، در برابرش ایمنی نسبتا خوب ایجاد میکنه. واکسن 2گانه که 2 نوع از انواع سرطانزا رو پوشش میده، جلوی زیگیل رو نمیگیره. آیا اینا 100% مانع از این میشن که ما مبتلا بشیم؟ خیر. ولی با توجه به اینکه انواع ویروس هایی که در واکسن ها استفاده شدن بیشترین شیوع رو دارن در بین افراد، پس در این صورت اینا میتونن خیلی 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 ریسک این که فردی که اینا رو زده مبتلا به زیگیل یا سرطان در اثر ویروس HPV بشه بیارن پایین. بهترین موقع زدن واکسن کی هست؟ موقعی که هنوز فرد هرگز تماس جنسی نداشته. یعنی تو اروپا امریکا میگن 11 تا 13 سالگی. ما خب همونی که عرض کردم بهترین موقعی که هنوز تماس جنسی نداشته. آیا برای کسی که ازدواج هم کرده این واکسن میتونه فایده‌ای داشته باشه؟ حقیقتش اینه که الان مطرح شده که بله، چون سیستم ایمنی رو تحریک میکنه بعد از ازدواج هم شاید که مفید باشه. آیا HPV تایپینگ برای همه مناسبه که انجام بشه؟ خیر. معمولا بالای 30 سالگیه که ما کسی ضایعه‌ای نداره HPV تایپینگ میکنیم با این وجود براشون. آیا کسی که زیگیل داره حتما انواع سرطانزا رو هم داره؟ خیر. ولی احتمال اینکه کسی که به ویروسی که زیگیل ایجاد میکنه مبتلا همزمان به اون ویروس‌های پرخطر هم مبتلا باشه خب بیشتره. چرا به همه نمیگیم این واکسن رو بزنن؟ به این دلیل که واکسنش گرونه، راحت گیر نمیاد. در نتیجه بهتره که هر کسی با دکترش صحبت کنه، مزایا، معایب و اینکه چقدر برای نتیجه فایده بگیره از واکسن بررسی بکنه، بعد تصمیم بگیره که واکسن بزنه یا نه. حقیقتش اینه که ما متخصص زنان برای دختر خودمون اکثرا ترجیح میدیم بزنیم تا اینکه نزنیم.